حکم دادگاهمو دادستان صالحی داده که دادستان صالحی هم همونیه که من زدم تو صورتش و انگشت نشونش دادم و 100% با من لجه، چون وقتی اونجا پیشش بودم در اومد به من گفت که من اگه راحت بذارمت بری بیرون ولت کنم 100% به ریش من میخندی، پس اصلا چیزی نمیبینم که راحتم بذاره. 100% با من لجه. اینا رو گفتم که بدونین که اگه اتفاقی برام افتاد دیدین نیستم بدونین زندان. شما اگه صدای من نباشی، صدای کسایی که داخل زندانن نباشی، اونا هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن به من یا با کس دیگه‌ای که توی زندانه. پس صدای ما باشه. دنبال آزادی ایرانم، شما و خودمم. خب تویی که میترسی بیرون بیای، پس از من حمایت کن. پس وقتی من رفتم زندان صدای من باش. پس وقتی من شهید شدم یا هر چیز دیگه‌ای صدای من باش. صدای همدیگه باشیم. باید متحد باشیم. نباید ازشون بترسیم. نه هیچی نیستن. صفر. هیچی نیستن. نباید ازشون بترسیم. اگه ازش